چرا اسم قاشی؟ بهتون تقی خان علی نقی خان تقی نفتی نشون بده. خاک خیلی اینجا گوگلیه اصلا با نمکه. ببینید این چیزاشو خیلی باحاله. من نمیدونم چرا آدم ها خونه هاشونو دیگه اینجوری نمیسازن، همه مدرن میسازن. این چجوریه؟ گند زدم دوستان، گند گوشیم که نمیشت. مادم میشه فرشته موجام خوشگل کنه. موجه خوشگل فعلا قبل داشته باشیم. یعنی دیشب انقدر خسته بودم دیگه تا ساعت 11 شب طول کشید موجام. دیگه رفتم خونه فقط خوابیدم. الان اومدم افترشو بهتون نشون بدم. این مدل جدید زدم، ابروامم لیفت کردم. فکر کنم خیلی باحال شده. ببینین نظرتون چیه؟ خودم که دوستش دارم. چرا نیستی تو؟ من اون هفته فقط نمی‌شده. می‌شده؟ مرسی. آره خوابت اومده. چه شد تو؟ گرفتم دیگه. تگش کردم تو اینستا، کنن 2 نفر فالوش کردن. الان قبل کنسرت 2-3 روز داری فقط فرضی گفتم یارم جفت گوشه تو گفتم بی تو خراب است این کوچه اصلا خوردم منو این بار با عشق خوشا راحت جا برم هر جا بری بردی نداره قلبم نمیتونه تو رو تنها بذاره. گوش دادیم توی جواهه یه مرماری تو قطعا میخوری من عزیزم یه تیر و دتا بشونه تو رو دیدم و قلبم یه سر میزنه تون تون با اون اخم قشنگت یه کمی خنده رو لطف کن. توی جواهه تو دل بری چه ماهه همه چی تموم کاملم از دل. خانم نوری امشب چه خبره؟ زنگ رو بزن زدم که معصوب زنگم میخوای تو آدم آرش کردی بیا روشنم هم همونده میدادم که از زهرا بلند کرده بودم نیست واداور داد میبرد فرشته اول میشد همین مارس رو خرید که ساعت بوده میگیرم شده خودش کن این مارکه یه چی که خیلی خیلی خیلی
اینو بزن این صورتیه این هیچی دیگه روی رجلبه نزنم؟ این خیلی تیره است. من تیره تموم شدیم بریم باشگاه. خب من اینجوری دیگه باشگاه نمیرم. سه شنبه ولی خب کاری ندارم. سه شنبه نباید برم باشگاه میتونم. برم باشگاه. هیچی دیگه برید برو. ما الان اسمش ماسک خوابه. چی نیستم؟ خوش نیست دوستم واسه پاییزه. منم خود پاییز گرفتم. تنها بیرش آدم نامون میشه. خیلی کارش زشت بود چون 2 تا آهنگ که من دوست داشتم و اصلا نخوند. زوره اصلا زشتم. خیلی کارش زشت بود. من این همه داد زدم روزای تاریک اصلا انگار نه انگار توجه نکرد. خیلی ناراحت شدم از دستش. گردنگیری افتاد گردن من که فردا صبحونه ببرم کارخونه. بعد حالا شانس من مامانم اینا مسافرت هم من دست تنها باید غذا درست کنم واسه 20 نفر. بعد انقدر استرس هم دارم که یهو بد نشه. نبین انقدر شلختم و اینا به خاطر اینکه سر گازم رو بهتون نشون میدم غذاها رو. تصمیم گرفتم که عدسی درست کنم با کشک بادمجون و حمص. دارم بادمجون رو سرخ میکنم. نخودا رو گذاشتم
بخزه برای حمص. اینم که برای عدسیه. ما بخوریم ها کشف بادمجون رو برای بابا گلا داره درست. نه بابا. من زودتر سبز خب تو پاشو. بچه‌ها. نستر سبزی خیلی دوست داره بیا. بفرمایید نستر خانم. عروس خانم کیه؟ نکن ما رو نمیخوام بزنی تو یوتیوب. بس کن برای بچه یوتیوب. من تازه از زندگی. آره تو چرا دیگه؟ همیشه میشم الناز میشم. میگم آشون بخورید بچه‌ها حمله. حمله. خیلی خسته شدم. فهمیدی؟ خیلی نسته نباش. خب دیگه الان چونش نمیزد. بالاخره تموم شد. بیشتر تا نزدیک 1 و 2 داشتیم درست میکردیم چیزا رو. دیگه همین تازه نون رو اینجام نگرفتم برم بگیرم که بریم. خواهد میری حرفی سخنی از ظرفای حمص شکست. عصبیم. ببین حالا حمص چیز کاملا سلیقه‌ای، همه دوست ندارن ولی خب اگه همه خوششون بیاد 1% احساس میکنم کمه. 4 تا ظرف بیشتر نیستش. حالا امیدوارم همه دوست نداشته باشن. حالا تازه بنزینم ندارم. دیشب یادم رفت برم بزنم. بنزینم ندارم. چرا همه چی امروز داره اینجوری میشه؟ بعد هوا ولی چقدر خوب شده. وای اصلا انقدر دوست دارم صبحی که بیدار میشم هوا ابریه. خیلی خوبه. نه برای یوتیوبه. صحبت کنیم برای عملی فیت هستم من. آره همه اینا دیزه هوا رو ببینید فقط در و پنجرهای خونه هم بازه. الان برم خونه فکر کنم به کثافت کشیده شده. کاش حداقل بارون بیاد. خیلی دوست دارم بارون بیاد ولی بهش میخوره بیاد. من همش حس میکنم یه خبرایی ضایع نشن. استرس شد. بچه‌ها خودیه. همه خودیه. آره. خب واسه همه بیان. تولدتون مبارک. تولد من نیست که. تولد شما؟ آره. 14 ساله. آره 14 ساله است مشهد. آمریکا. ما یس چی کار میکنیم؟ اومدن روز بازدید شرکت بازدید نیستم که یه ماه دیگه واسه من بیا خانم بگیرید ولی خب چون سلام علیکم. صبحتون بخیر. فقط میخوام ببینیم بچه کجا رفته. لوکا نگاه کن. امروز قراره که صبحونه با بچه های کارخونه بریم بیرون. تولد که از بچه ها دیگه با اینکه جمعه بود من خیلی خودکار 8 بیدار شدم. با اینکه دیشب هم 3 خوابیدم نمیدونم چرا. دیگه خلاصه اینا. بعد دیشب که دوستام اومد برای خداحافظی خواستم اینو براتون تعریف کنم. داری گردنمو چیکار میکنی؟ به قرآن ببینش چقدر خره. تصادف میکنم وایسی بعد میام تعریف میکنم. من گفتم دیشب یکی از SMS برام سرعت بیش از حد مجاز اومد. چرا؟ اون نرفتم که. خلاصه بگذاریم. بعد یکی از دوستامون برای همیشه داره از ایران میره و میره که آلمان. بعد دیشب یه مهمونی گرفته بود همه رو دعوت کرده بود و ببین انقدر برام غمگین بود. خیلی برام دیشب غمگین بود به خصوص وقتی که آهنگ چی رو گذاشتن.
چی بود اسمش؟ یادم رفت. آن ای پرنده مهاجر همین سفرت سلامت هم قمشی گذاشتن. واقعا اصلا تو اون مهمونه اشکم در اومد که چرا واقعا چرا خیلی یاد مجبور میشن برن. خیلی تلخه. امیدوارم واقعا روزی برسه که هیچکی دلش نخواد از مملکتش بره، چون ببین هر جا هم بری من خیلی زود احساساتی میشم. هر جا هم بری کشور خودت واقعا نمیشه و این قضیه واقعا تلخه، خیلی تلخه. همین دیگه. حالا بیدن فضا رو غمگین نکنیم، داریم میریم سمت بافت تاریخی مسجد جامع. چقدر این بچه زد میبینیش؟ میخواید عکس شما من نمیشه به عنوان مدل باشن عکس بگیرید. شما نیدید همه تون رو معروف میکنن. معروف شدم. سعی کن خوب معروف شدم. همه تون دیگه از این قسمت. سلام علیکم. دیگه از به بعد قراره بچهای کارخونه رو در ویلاگ‌های یوتیوب داشته باشیم. چرا برامون کیک آوردن؟ چون صبحونمون دیر شده. چقدر؟ کلی هم اینجا تعریف کرده بودم. یه 1 ساعتی خب خیلی هستیم الان. نه دیگه من صبحونم دیر شده. خیلی هم دیزاینش باله. من میگم صبحونمون دیر شده واسمون کیک آوردن.